سلام دوستان، وقتتون بخیر. یه دونه مودم نزتک مدل 77C دستم رسیده و گفتم اینو با هم دیگه آنباکس بکنیم و یه توضیحاتی در مورد خود دستگاه و در مورد برند نزتک و مودم هایی که ازش تو ایران موجوده بدم که شاید جالب باشه برای بعضی از شما. خب اول جعبهش رو نگاه بندازیم. جعبه ترتمیزی داره. گارانتیش گارانتی شرکت هایپرسل که 3 سال ضمانت بهتون میده که واقعا 3 سال ضمانت برای همچین دستگاهی به نظرم عالیه. چیپ مدیاتک داره طبق گفته خود سازنده. باتری 2100 میلی آمپری داره و عرض کنم به خدمتتون که مشخصات فنی رو هم میتونیم اینجا ببینیم. از باند TDLT ساپورت میکنه، ولی باندایی که ساپورت میکنه باند 39 40 و 41 که متاسفانه این باند توی ایران استفاده نمیشه. پس شما نمیتونید روی این از سیم کارت های TDLT ایرانسل یا همراه اول استفاده بکنید. سرعت آپلود این دستگاه حداکثر 50 مگه و سرعت دانلودش 150 مگه. توی بستش همونطوری که رو خودش نوشته مودم داخلشه، یک کابل میکرو یو اس بی برای شارژ کردن دستگاه و یک دفترچه راهنما. خب این طرف جعبه رو که نگاه بکنیم دو تا مورد هست که به نظرم جالب بود. یکی این که همونطور که دارید میبینید اینجا نوشته Powered by Hypercell Co. و آدرس خود شرکت گارانتی کننده رو هم اینجا نوشته. مورد بعدی اینه که سازنده رو هم نوشته اندیشه الکترونیک پردیس پرشین. یعنی انگار این مودم داره توی ایران تولید میشه، یعنی انگار که نه، چیزی که نوشته همینه. حالا روی این قسمت هم شما میتونید تاریخ انقضای گارانتیش رو ببینید. خب بیایم باز بکنیم ببینیم که چه خبره. حالا من بعدا با این اندیشه پرداز جلوتر کار دارم. خب جعبه از دو طرف پلم داره. من قبلا پلم‌ها رو با کاتر بریدم. همونطور که میبینید اینجا برچسب داره. پس شما اگر خریدید و احیانا دیدید پلم نیست، بدونید که قبلا باز شده. خب توی جعبه شما یه دونه مبدل سیم کارت میبینید که برای انواع سیم کارت تو سایزهای مختلف تبدیل داره به همراه یه دونه سوزن که اینو خود شرکت جداگونه قرار داده. داخل خود بسته این نبوده. دستشون هم درد نکنه. خب خود مودم رو میبینیم. وزن خیلی سبکی داره. یه دکمه پاور بیشتر روی این دستگاه وجود نداره. اطرافش به رنگ نقره‌ایه و قوسی که داره باعث میشه که تو دست خیلی خوب قرار بگیره. پورت شارژ دستگاه هست که اگه تایپ سی بود خب خیلی بهتر بود دیگه. با شارژرهای تایپ سی راحت میتونستیم شارژش بکنیم. یه موردی که شاید یکم مثلا تو ذوق من خورد، اونم یه مقدار آتش‌خاله‌ایه که این زیر این برچسب دستگاه، این برچسب حالا محافظی که تو کارخونه میزنن بود که به نظرم خیلی جالب نیست اگر یه مقدار آتش‌خال زیرش باشه. خب برای باز کردن دستگاه هم این قسمت یه شکاف داره. ناخونتون رو میندازید و میتونید این درب رو در بیارید. باتری 2100 میلی آمپری داره که طبق گفته سازنده میتونه حدود 4 تا 5 ساعت به صورت میانگین به شما اینترنت بده و ضمناً شما میتونید با این دستگاه 10 نفر به صورت همزمان بهش وصل بشید و ازش استفاده بکنید. خب باتری رو که در بیارید اینجا یه پلم زرد رنگ داره. این برچسب رو حتما باید بکنید تا دستگاه کار بکنه. خب یه نگاه هم به زیرش بندازیم. زیر دستگاه اطلاعاتی رو داره به شما میده که برای وصل شدن بهش نیاز دارید. SSIDش رو نوشته چیه، وای فای کیش رو نوشته چیه که 1 تا 8، وب آی پیشه که منوی تنظیمات دستگاهه مثل مودم‌های ADSL یا مودم‌های دیگه‌ای که یک بخش برای تنظیمات و کانفیگ دارن. اینم همون بخش رو داره. توی مودم‌ها مثلا 192.168 یکیه که اینجا 199 یکه. یوزر نیمش ادمینه و پسوردش هم ادمینه به صورت پیش‌فرض. IMEish سریال نامبر و دوباره همون مواردی که نشون میده که این محصول توی شرکت اندیشه الکترونیک پردیس پرشین تولید شده و آدرس سایت هایپر
سل هم خورده. توی این قسمت شما سیم کارت رو قرار میدید و توی این قسمت هم مموری کارت میتونید بذارید. دونه مموری میکرو اس دی میتونید اینجا قرار بدید و از این دستگاه به عنوان یه فایل شیرینگ هم استفاده بکنید. خب بذارید یه سیم کارت بندازیم توش و بریم برای تستش. من یه سیم کارت رایتل استفاده میکنم. این از این برچسب باتری رو هم که در آوردیم. یه سوراخ هم اینجا داره برای ریست کردن این مودم به تنظیمات کارخونه برگرده. 6 ثانیه گفته که باید نگه داریم تا دستگاه روشن بشه. خب تا این بیاد بالا بذارید بقیه محتویات جعبه رو نگاه بکنیم. کارت گارانتی رو داخل جعبه می‌بینید که موارد شرایط گارانتی گفته شده، تاریخ انقضای گارانتی روش قید شده. بعد کابل شارژ دستگاه رو می‌بینید. کابلش کیفیتش به نظر خوب میاد و طولش هم مناسبه. زیر این قسمت میرسیم به دفترچه راهنما. اینجا لینک های ویدیوی آموزشی که خود شرکت تهیه کرده، اپلیکیشنی که مربوط باز به همون آموزش هاست و سایت هایپرسل که آموزش های کاملی در مورد تمام تجهیزات نزتک رو توی سایتش گذاشته. دفترچه به صورت کاملا فارسی و روونه. چراغ ها رو داره نشون میده که هر رنگ از این چراغ ها به چه معنیه و به چه حالت باید دستگاه شارژ بشه، باتری به چه صورت خودش رو نشون میده و چراغ مربوط به سیگنال به چه شکل، رنگش نشون دهنده چه چیزیه. حالا نقاط ضعفی که دستگاه داره به نظرم یکیش برمیگرده به همین چراغ هایی که هست. شما الان اینجا توی این چراغ ها این رنگ بنفش نشون میده که باتری پره، ولی هیچ کنون از این درجه ها کار نمیکنه. یعنی فقط صرفا یه آیکونه که با رنگ چراغ زیرش باید تشخیص بدید چیه. یا چراغ سیگنال هم به همین صورت. اینطور نیست که این خط ها به صورت مجزا نشون بده که سیگنال شما قویه یا ضعیفه. ممکنه سیگنال شما روی 4G یه دونه باشه ولی این به این شکل پر به شما نشون میده و رنگ سبز نشون میده که 4G، مثلا رنگ زرد نشون میده که مثلا 3G. رنگ ها تعیین میکنن که الان سیگنال شما مثلا ضعیف و قوی هست یا اینکه به چه نوع شبکه‌ای وصله. چراغ وای فای هم داره چشمک میزنه، یعنی اینکه هنوز هیچ دستگاهی بهش متصل نشده. خب بریم بهش وصل بشیم. خب وارد ستینگ دستگاه میشیم، بخش وای فای. باید به این نزتک وصل بشیم. حالا یه مورد دیگه ای که توی این مودم برام جالب بود اینی که اسم وای فایی که پشت خود دستگاه زیر باتری نوشته شده بود، این عدد آخرش با اینی که اینجا هست متفاوته. خب الان بهش کانکت شدیم. چراغ وای فای همونطور که میبینید ثابت شده و بریم اول یه تست سرعت انجام بدیم. برای خاموش کردن دستگاه هم 6 ثانیه چراغ دکمه رو نگه داریم، چراغ شروع کنه به چشمک زدن و دستگاه خاموش میشه. خب این تقریبا سرعتیه که من اینجا هم روی گوشی همین سرعت رو دارم میگیرم. یه سر به صفحه تنظیمات دستگاه بزنیم. 68 199 1. پسورد هم طبق چیزی که گفته بود همون ادمینه. خب توی این صفحه اول به شما دستگاه هایی که وصلن رو نشون میده، مکشون، آی پی شون. توی قسمت بالای دستگاه من زوم بکنم درصد باتری رو به شما نشون میده، به چه شبکه‌ای وصلید، چه اپراتوری، میزان سیگنالتون چقدره و چند نفر الان وصل شدن. میگه 1 نفر وصل شده. برمیگردیم به این قسمت. تو بخش اینفورمیشن یک سری از اطلاعات خود دستگاه رو داره میگه، مکش چیه، آی پیش چیه، آی ام ایش چیه. برمیگردیم توی این قسمت آن دیتا لیمیت هم داره که میتونید اینجا برای مصرف کلیتون یه
لیمیت مشخص بکنید، بگید مثلا توی مثلا فرض کنید دیتا لیمیت رو فعال بکنم، میتونید بهش بگید که مثلا ماهانه چند ساعت از این استفاده بشه یا چیزای دیگه. برمیگردیم این طرف، یه قسمت SD کارت داره. شما تنظیمات مربوط به مموری که داخل دستگاه قرار میدید رو میتونید ببینید. یه مقدار این خودش حافظه داخلی داره، یه در حد فکر میکنم 20 مگابایت حافظه داخلی خالی داره که از اون هم میتونید استفاده بکنید. اگه مموری گذاشتید باید بیاید اینجا اینو بذارید روی اکسترنال، اینجا شیر ستینگ رو میتونید فعال یا غیر فعال بکنید و اگر فعال کردید میتونید بگید که قابلیت رایت وجود داشته باشه یا فقط قابلیت رید باشه. اپلای رو میزنید و تمام، اینجا براتون سیو میشه. روی این گزینه HTTP شیر که بیاد، اینجا همون حافظه داخلی خود دستگاهه. میتونید مثلا یه پوش جدید ایجاد بکنید، اسمشو میذارم علی. میبینید یه پوشه علی ایجاد شد. اینجا میتونید براوز رو بزنید، یه فایل بهش بدید، اون فایل رو آپلود بکنید داخل اون پوشه مد نظرتون یا همین قسمت روتش. یه بخش دانلود درایور داره اینجا که حقیقتش نمیدونم این درایور دقیقاً چه کاری رو انجام میده. روی کامپیوتر من نصب کردم، متوجه چیز خاصی نشدم. بخش SMS دستگاه، SMS هایی که براتون میاد رو اینجا میبینید. یه قسمت تنظیمات هم داره که این تنظیمات مربوط به SMS رو میتونید انجام بدید. فون بوک داره که میتونید سری شماره ها رو داخل این قسمت قرار بدید، توی سیم کارتتون ذخیره میکنه شماره ها رو. بخش ستینگ دستگاه قسمت اصلی مربوط به تنظیمات دستگاهه که بخش اول تنظیم مربوط به کانکت شدنه که میگه این کانکت شدن به صورت اتوماتیک باشه، یعنی هر وقت که دستگاه رو روشن میکنید خودش به صورت اتوماتیک وصل بشه به اینترنت، یا نیاز باشه شما وارد تنظیمات بشید و به صورت دستی کانکت رو بزنید. این قسمت پایینم بهتون توضیحات مربوط به گزینه ها رو میده، اگر می علامت سوال بزنید میتونید ببینید اگه نداشتید. بخش نتورک سلکشن انتخاب میکنید که شبکتون چی باشه، به صورت پیش‌فرض روی اتوماتیکه ولی میتونید بهش بگید که فقط روی 4G وصل بشه، اگه مثلا 3G یا 2G بود اصلا نمیخوام وصل بشیم. بخش APN دستگاه هست که شما تنظیم مربوط به APN رو میتونید اینجا به صورت سفارشی انجام بدین. قسمت وای فای ستینگ، اسم شبکتون رو میتونید اینجا تغییر بدید، شبکه رو مخفی بکنید، نوع رمزگذاری رو عوض کنید، رمزش رو عوض کنید و تنظیماتی که مربوط به موارد دیگه هست. خب مورد بعدی دیوایس ستینگ. اینجا میتونید یه یوزر جدید بهش بدید، مثلا الان یوزر پیش‌فرض ادمین، میتونید یوزر جدید بهش بدید. میتونید اینجا پسورد رو عوض کنید. بخش پین منیجر، پین سیم کارت، قسمت ریست کردن که میتونید دستگاه رو به تنظیمات کارخونه برگردونید، ریستارت کردن دستگاه رو خاموش روشن میکنه. بخش روتر ستینگ که حالا برای من غیر فعاله، آی پی خود دستگاهه که میشه آی پیش رو عوض کرد، حالا نمیدونم چرا غیر فعاله. بخش آپدیت هم برای آپدیت کردن خود دستگاه، یعنی اگه فریمور جدیدی کارخونه بده میتونید از این قسمت براوز بزنید، فایل بهش بدید و روی آپلود بزنید تا این آپلود انجام بشه. خب حالا بریم داخل خود سایت شرکت نزتک ببینیم که تو خود سایتش چه اطلاعاتی میتونیم در مورد این مودم پیدا بکنیم. خب حالا وارد خود سایت نزتک بشیم، ببینیم تو سایت نزتک چه مواردی در مورد این مودم گفته. این قسمت مهمی که بهتون گفتم میخوام در موردش آخر صحبت بکنم اینجاست. وارد خود سایت نزتک که میشیم میبینیم که انواع اکسسوریا رو داره. تو بخش محصولات که نگاه بکنیم میبینیم شارژر داره، کابل داره، پاور بانک داره، اسکرین پروتکشن داره، هندز فری بلوتوث داره. در واقع چیزایی که دارید این قسمت پایین میبینید: شارژر وایرلس، اسکرین پروتکشن، هدفون و هندز فری بلوتوث. ولی هیچ اثری توی سایتش از مودم نیست. نه فقط حالا این مدل مودم، اصلا انگار این شرکت تو زمینه
مودم کار نمیکنه. توی بازار برند نستک، تو خود سایت هایپرسل هم که برید میبینید مدل های مختلفی از مودم های سیم کارت، خب مودم های 4G LTE، نمیدونم فکر میکنم مودم ADSL هم اگر اشتباه نکنم دیدم حتی. ولی خیلی عجیبه که خود شرکت سازنده اصلا چیزی به اسم مودم داخل سبد محصولاتش وجود نداره. یعنی حتی شما اگه بیاید داخل سرچش بزنید 4G، هیچ محصولی نداره که توش کلمه 4G به کار رفته باشه اصلا. این برای من عجیب بود که الان این برند نزتکی که ما داریم اینجا تو ایران میخریم و توسط شرکت هایپرسل داره فروخته میشه، گارانتی میشه و به وسیله اندیشه الکترونیک پردیس پرشین داره تولید میشه، اصلا ارتباطی به این شرکت نزدک خارجی داره یا نه؟ یا صرفا یک برندی رو برداشتن و دارن تولید میکنن؟ نمیدونم. فعلا استفاده‌ای که ازش کردم در حد چند ساعت به نظرم دستگاه خوبی بوده، قابل اعتماده، با توجه به گارانتی 3 ساله‌ای که داره و چیپ مدیاتکی که داره که ایشالله داشته باشه. به نظرم توی این رنج قیمت 1,300,000-400,000 گزینه خیلی خوبیه، چون برندهای دیگه شما باید از هولوش 1,700,000-800,000 هزینه بکنید. البته همین دستگاه رو سایت دیجیکالا داره و قیمت 1,700,000 میفروشه. پس حتما قبل از خرید توی توراب یا کلا توی گوگل سرچ بکنید و ببینید توی سایت های دیگه و فروشگاه های دیگه چه قیمت گذاشتن. حالا اگر شما میدونید قضیه این سایت نزدک و این مودم نزدک چیه، خوشحال میشم به منم یه توضیحی بدید، توی نظرات بنویسید و اگر هم تجربه استفاده از این برند رو دارید ممنون میشم به هم بگید، خود بچه‌های دیگه کانال هم متوجه بشن، بدونن به چه صورته و بتونن انتخاب بهتری بین گزینه‌هایی که دارن انجام بدن. ممنونم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. شب روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.